سلام، خوش اومدین به ویدیو دیگه. قبل از اینکه در تاریکی این قصه غرق بشین، لطفاً برای حمایت از ما حالا ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. حالا شروع میکنیم. شب آرام و سنگین روی دشت پهن شده بود. گویی لایه‌ای از مخمل سیاه بر تن زخمی زمین کشیده بودند تا دردهای روزانه‌اش را زیر سیاهی شب پنهان کند. باد نه آن تند بادهای ویرانگر، بلکه نسیمی نرم و لغزان بود که از میان ساقه‌های خشک علف‌ها می‌گذشت و با هر برخورد صدای ایجاد می‌کرد که شبیه به نفس کشیدن‌های عمیق و لرزان زمین در خواب بود. آسمان بالای سر یونس پهنه‌ای بیکران از ستاره‌های ریز و درشت بود. چشمک زنانی که نه فقط برای تماشا و زیبایی، بلکه انگار با زبان نور پیام‌هایی رمزآلود برای اهالی زمین می‌فرستادند. یونس حس می‌کرد آن ستاره‌ها نگهبانان مرزی هستند که میان واقعیت و رویا کشیده شده است. آنها نه برای درخشش، بلکه برای هشدار یا شاید دعوتی پنهان می‌سوختند. یونس روی تخت سنگی سرد و ناهموار نشسته بود، جایی که در تمام این سالها به پناهگاه امن او تبدیل شده بود. اینجا نقطه‌ای بود که او سکوت سنگین سالهای جوانیش را با افکار آشفته‌اش تقسیم می‌کرد. دلش ناآرام بود، حسی غریب و چسبنده، چیزی شبیه به آتش در میان یک سیلاب. او همه چیز داشت، اما انگار هیچ نداشت. زندگیش در حلقه‌ای تکرار شونده اسیر شده بود. صدای خروس، طلوع آفتاب که از لای پنجره چوبی به صورتش می‌خورد، بوی نان تازه مادر و بعد خروج از خانه برای رفتن به زمینی که پدرش و پدرش روی آن عرق ریخته بودند. او گوسفندان را به چرا می‌برد، به صدای زنگوله‌هایشان گوش می‌داد که در فضای باز دشت می‌پیچید و با دستان پینه بسته‌اش خاک را لمس می‌کرد. خاک برای او مقدس بود، اما کافی نبود. شب‌ها که به خانه برمیگشت، شام می‌خورد و در سکوت به شعله‌های لرزان فانوس خیره می‌شد تا خواب او را برباید. اما این روزها چیزی درونی فراتر از نیازهای جسمانی در سینه‌اش فریاد می‌زد. فریادی که واژه نداشت، اما معنایش این بود: تو برای این ساخته نشده ای. آن شب وقتی پلک‌های سنگینش روی هم افتاد، روحش دوباره راهی آن بیابان ازلی شد. در خواب او خودش را در میانه دریایی از شن دید، بیابانی که انتهایش به افق سیاهی ختم می‌شد که ستاره‌ها در آن با شکوهی بی‌نظیر می‌درخشیدند. شن‌ها زیر نور نقره‌ای ماه رنگ طلا به خود نمی‌گرفتند، بلکه کدر و خاکستری بودند، شبیه به خاطرهایی که در غبار زمان گم شده‌اند اما هنوز در لایه‌های زیرین ذهن زنده مانده‌اند. هوا حالتی معلق داشت، نه گرمای سوزانی که پوست را بسوزاند و نه سرمای استخوان‌سوزی که نفس را در سینه حبس کند. سکوتی در آنجا حاکم بود که یونس آن را سکوت زنده می‌نامید. انگار هر دانه شن گوش داشت و منتظر بود تا اولین قدم او را بشنود. یونس قدم برمی‌داشت، اما وقتی برمیگشت تا پشت سرش را نگاه کند، با وحشتی پنهان دید که رد پایش بلافاصله محو می‌شود. انگار بیابان تعهدی داشت که هیچ اثری از هیچ مسافری را در خود نگه ندارد. او در آن وسعت ترسناک تنها بود، اما نه تنهایی یک گمگشته، بلکه تنهایی یک جنین در زهدان. ناگهان صدایی طنین انداز شد. این صدا از دهان کسی خارج نمی شد، از باد بر نمی خواست و از زیر زمین نمی آمد. این صدا از عمیق ترین نقطه قلبش بیرون می تراوید. گویی تمام سلولهای بدنش به زمان آمده بودند. گنج تو جایی است که جرأت رفتن به آن را داری. حقیقت در انتهای ترس ایستاده است. یونس با تکانی شدید از خواب پرید.
خیس عرق بود و ضربان قلبش را در گلویش حس می‌کرد. تاریکی اتاق غلیظ بود و بوی کاهگل و رطوبت شبانه به مشام می‌رسید. هیچ چیز در دنیای فیزیکی تغییر نکرده بود. همون اتاق، همون گلیم کهنه، همون صدای جیرجیرک‌ها. اما یونس می‌دانست که در درونش سدی شکسته است. این سومین شب پیاپی بود که این سناریوی روحانی تکرار می‌شد. او دیگر نمی‌توانست به بهانه این فقط یک خواب بود از زیر بار سنگین این دعوت شانه خالی کند. صبح روز بعد خورشید با بیمیلی از پشت کوه‌ها بالا آمد. یونس مثل همیشه به سراغ کارهایش رفت. اما دستانش دیگر فرمان نمی‌بردند. وقتی داشت مشک آب را پر می‌کرد، نگاهش روی بازتاب چهره خودش در آب لرزان افتاد. او مردی را دید که پیرتر از سنش به نظر می‌رسید. نه به خاطر چین و چروک، بلکه به خاطر نگاهی که دیگر به افق‌های دور خیره نمی‌شد. مادرش که سالها با نگریستن به راه رفتن پسرش غم و شادی او را می‌فهمید، در درگاه خانه ایستاد. او با صدای لرزان اما مهربان پرسید: یونس پسرم، چند روزه که انگار روحت با ما سر سفره نمیشینه. کجایی؟ یونس مکث کرد. سطل آب رو زمین گذاشت. نمیخواست بگوید در بیابانی که وجود ندارد به دنبال صدایی میگردد که هویتش را به چالش کشیده است. اما فقط لبخند تلخی زد و گفت: چیزی نیست مادر، شاید فقط کمی خستم. اما در اعماق وجودش او میدانست که باید به سراغ پیرمرد برود. نشان خان دهکده مردی بود که به نام اصلیش را کسی به یاد نداشت. او در کلبه‌ای دور افتاده در دامنه کوه زندگی میکرد، جایی که باد همیشه در میان حفره‌های سنگیش زوزه میکشید. میگفتند او نه تنها زبان خوابها بلکه زبان پرندگان و حرکت ابرها را هم میفهمد. پیرمرد برای مردم دهکده مرزی میان عقل و جنون بود. سیر رسیدن به کلبه ناشان خان سربالایی تندی بود که از میان درختان بلوط کهن میگذشت. یونس در هر قدم سنگینی نگاه نادیدنی درختان را بر پشت خود حس میکرد. انگار طبیعت میدانست که او برای پرسیدن سوالی میرود که بازگشتی در آن نیست. کلبه پیرمرد بنایی کوچک و سنگی بود که با زمین زیر پایش یکی شده بود. بوی تند گیاهان در حال خشک شدن، آویشن کوهی و خاک باران خورده فضای اطراف کلبه را پر کرده بود. وقتی یونس به درگاه رسید، نیازی به در زدن نبود. صدای خشخشی از درون آمد و پیرمرد با صدایی که به سایش دو سنگ روی هم میمانست گفت: بیا تو یونس، راه طولانی رو در ذهنت اومدی، حالا نوبت پاهاته. یونس وارد شد. اتاق نیمه تاریک بود و تنها نوری که فضا را روشن می‌کرد از سوراخ کوچکی در سقف به روی کپه‌ای از پشم گوسفند میتابید. پیرمرد نشسته بود با صورتی که گویی از چوب گردو تراشیده شده، پر از شیارهایی که هر کدام قصه‌ای از یک سال سخت را روایت می‌کردند. یونس نشست و بدون مقدمه از خوابهایش گفت، از بیانی که رد پا را می‌بلعید و از صدایی که او را به جستجوی گنجی نامعلوم فرا می‌خواند. پیرمرد در تمام مدت ساکت بود. چشمانش را بسته بود و تنها با انگشتانش تسبیحی سنگی را میچرخاند. وقتی یونس ساکت شد، پیرمرد چشمانش را باز کرد. نگاهش نه به یونس بلکه به دور دستها فراتر از دیوارهای سنگی کلبه بود. اون گفت: گنجی که ازش حرف میزنی از طلا نیست که توی کیسه جاش بدی. این خواب یک دعوتنامه است، اما نه برای مهمانی، برای جنگ با لایه‌هایی از خودت که به این زندگی تکراری عادت کردند. شنیدی که میگن بیابان بی انتهاست، چون بیابان آینه روحه. هرچقدر روحت بزرگتر باشه، بیابانت هم وسیع تره. یونس با تردید پرسید:
اگه اعتنا نکنم چی؟ اگه همینجا بمونم و به کارم ادامه بدم؟ پیرمرد لبخندی زد که بیشتر به یک زخم قدیمی میمانست. آن وقت یک روز بیدار میشی، شاید وقتی موهات مثل من سفید شده و میبینی که تمام عمرت رو در یک اتاق در بسته زندگی کردی، در حالی که کلید توی دستت بوده. میبینی که زندگیت گذشته اما تو هیچ وقت واقعا توی اون نبودی، فقط تماشاچی گذشتن روزها بودی. یونس از کلبه پیرمرد بیرون اومد. اما گویی دیگر همون یونس دیروز نبود. کوه‌ها، درختان و حتی صدای باد برایش معنا پیدا کرده بودند. گویی هر شیء کوچک در طبیعت رازهای نهفته‌ای داشت که تنها کسانی که جرأت مواجهه با خودشان را دارند می‌توانند آنها را بفهمند. او تصمیم گرفت تا مسیر بیابان شبانه را دنبال کند، همان جایی که خوابهایش او را فرا می‌خواندند. شب که شد، یونس دوباره روی تخت سنگ قدیمیش نشست. دشت با نور مهتاب غرق شده بود و بازتاب نور روی علفها شبیه موجهای کوچک دریا آرام قلب او را لمس می‌کردند. او نفس عمیقی کشید و برای اولین بار در زندگیش نه از ترس بلکه با کنجکاوی آماده شد. آماده بود تا وارد دنیایی شود که پیشتر فقط در خوابهایش می‌دید. همانطور که قدم در شنهای سرد بیابان گذاشت، صدایی ملایم از دور دست رسید. صدا نه از جانوران و نه از انسان‌ها بود، بلکه به نظر می‌رسید از عمق زمین و دل خودش می‌آید. یونس با دقت به صدا گوش داد و قدم‌هایش را آهسته تر کرد. هر قدم او مانند تلاشی برای رسیدن به بخشی از حقیقت بود که سالها در ذهنش مدفون شده بود. بیابان با تمام گستردگی و بیرحمیش او را پذیرفت. شنها زیر پا نرم و سرد بودند، اما انگار هر قدم بخشی از گذشته و ترس‌های یونس را می‌شست و با خود می‌برد. او به خود گفت شاید این همان جایی است که باید باشم، جایی که حقیقت نهفته است. پس از مدتی یونس به چشمه‌ای کوچک رسید که آبش شفاف و آرام بود. بازتاب نور ماه روی آب تصویری از خودش را نشان داد، اما نه همان تصویر آشنای روزهای گذشته. این بار او خود واقعیش را دید، مردی که با ترس‌ها، امیدها و رویاهایش روبرو شده بود. یونس به آرامی دستش را در آب فرو برد و حس کرد که نه تنها جسمش بلکه روحش نیز پاک می شود. در همان لحظه صدایی دیگر به گوشش رسید، این بار نزدیکتر و واضح‌تر. یونس سرش را بالا آورد و موجودی کوچک و نورانی را دید که مانند شعله‌ای رقصان در هوا حرکت می کرد. موجود گفت تو جستجو کرده ای و آمده ای، اما آیا آماده ای که با خودت روبرو بشی؟ یونس لحظه ای مکث کرد و سپس پاسخ داد بله، آمادم، دیگه نمی ترسم. موجود نورانی لبخندی زد و گفت پس راه رو ادامه بده. هر مرحله‌ای که میری بخشی از گنج رو کشف میکنه، گنجی که درون توست. با این گفتار یونس مسیرش را ادامه داد و به کوهی رسید که شیب آن تند و خطرناک بود، اما این بار ترسی احساس نکرد. تنها کنجکاوی و انگیزه‌ای بی‌پایان برای کشف حقیقت وجود داشت. او بالا رفت و هر قدم او را به بخش‌های عمیق‌تر و ناشناخته وجودش نزدیک‌تر می‌کرد. در بالای کوه یونس منظره‌ای شگفت‌انگیز دید. دشت، دهکده و حتی کلبه پیرمرد، همگی زیر نور ماه درخشان بودند، اما چیزی متفاوت بود. انگار دنیا از نگاه جدیدی دیده می‌شد، نگاه کسی که ترس‌هایش را پشت سر گذاشته و آماده کشف خودش شده بود. یونس نشست و نفس عمیقی کشید. او فهمید که گنج واقعی
نه در طلا و ثروت، بلکه در شناخت خود، شجاعت و پذیرش ترس‌ها و ضعف‌هاست. هر لحظه‌ای که در بیابان قدم گذاشته بود، بخشی از این گنج را کشف کرده بود و اکنون حس می‌کرد که آرامش واقعی به قلبش برگشته است. صبح روز بعد یونس به دهکده بازگشت. او دیگر همان جوان پرترس و ناآرام دیروز نبود. مادرش با نگرانی از او پرسید: یونس، کجا بودی؟ یونس لبخندی زد و گفت: رفتم، دیدم و فهمیدم که آنچه به دنبالش بودم همیشه درون من بوده. از اون روز به بعد یونس هر شب به بیابان میرفت، اما نه برای فرار از زندگی، بلکه برای یادآوری این که شجاعت، کنجکاوی و پذیرش خود کلید آرامش و خوشبختی است. او دیگر هیچ وقت تنها نبود، زیرا همیشه بخشی از گنج واقعی در قلبش با او بود و هر گام او را به خود واقعیش نزدیکتر می‌کرد. و این گونه یونس یاد گرفت که زندگی سفری است پر از چالش، اما با اعتماد به نفس، شجاعت و درک خود میتوان آن را به زیباترین شکل ممکن طی کرد. هر ستاره در آسمان، هر نسیم در دشت و هر موج کوچک در چشمه یادآور این بود که گنج واقعی همیشه درون انسان است و هر لحظه میتوان آن را کشف کرد. و اگه از این داستان خوشتون اومد، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین تا داستانهای بیشتری رو براتون بیارم. زنگوله رو فعال کنین تا هیچ داستانی رو از دست ندین.